به نام خدا و با سلام به همه بیننده‌های عزیز و با آرزوی سلامتی برای شما. من سید تقی موسوی هستم و از سال 1364 به نوازندگی سنتور و سازندگی ساز سنتور مشغول هستم و در این زمینه فعالیت دارم، هم تدریس خصوصی و هم سازهای ساختمان در کلیه کشورها و قصد دارم با معرفی کارهای خودم چه در تکنوازی، چه در ساختن سنتور، چه در آموزش موسیقی فعالیت‌هایی در همین زمینه و در همین پیج تقدیم همه شما کنم. منتها در این برنامه برای مقدمه خب من قطعاتی رو برای شما اجرا میکنم و پیج های مختلفی رو که با اجراهای گروه کور خودم که به نام گروه کور دلنوازان هست تقدیم شما میکنم که این اجراها در انجمنهای مختلف اجرا شده و ضبط شده و اینها به تقدیم شما میشه و مجددا هر اجرایی که جدید باشه باز هم برای شما میذاریم که شما بتونید استفاده کنید. در آموزش ها هم انشالله کاری میکنیم که هنرجویانی که علاقه‌مند هستن که از این طریق بتونن به این هنر دسترسی داشته باشن و بتونن فعالیت بکنن یا فرا بگیرن بتونن استفاده بکنن. من الان قطعه ای رو می نوازم که این قطعه از اساتید بزرگ قدیم به نام میرزا عبدالله که بزرگترین و به نامترین و ارزشمندترین استاد موسیقی مسلم ایران هستند، استاد میرزا عبدالله، که قطعات بسیار زیاد و کتاب‌های زیادی هم چون دارم. من یک قطعه رو به نام رنگ اصولی فعلا اجرا میکنم براتون و قطعات زیادی از ایشون هست، از استاد پایور هست، از خودم هست که اینا رو به تدریج میتونم براتون اجرا بکنم و شما بتونید ازش بهره مند